سلام بچه‌ها، با یه معامله دیگه امروز در خدمت شما هستم. من همینجا باید ورود کنم روی یورو به دلار. خب اجازه بدین من ابزار ریسک ریواردم هم ست بکنم. حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که منتظر بشیم. همین، هیچ کار دیگه نباید بکنیم. البته ژورنال نویسی یادتون نره بچه‌ها. ببینید توی ژورنالی که می‌نویسید، حالا من خودم به این صورت می‌نویسم، اینو توضیح میدم که شما اگر خواستین با همین فرمت بنویسید. اطلاعاتی که یک ژورنال شاملش میشه بستگی به خودتون داره که حس کنید چه اطلاعاتی بیشتر به دردتون می‌خوره برای ثبت توی ژورنال. من ابتدا روز، تاریخ و سشن معاملاتی رو ثبت میکنم و تایم دقیق ورودم رو به تایم تهران. البته مثلا به طور مثال الان ساعت 1 ظهر به وقت تهران هست. اینجا می نویسم سشن لندن، تایم ورود 1 ظهر به وقت تهران و نماد معاملاتیم رو ثبت میکنم تو اون جفت ارزی که دارم روش معامله میگیرم چی هستش، که خب اینجا یورو به دلار هست، یورو یو اس دی، و آر به آری که در اصل قرار دادم براش. میزان ریسک به ریوارد من اینجا 2 هستش. من معمولا 2 رو میگیرم. نتیجه که خب این در آخر باید جلوش بنویسید که سود میشه یا ضرر، و موجودی قبل از معاملتون چه میزان بوده. الان من بالانس این حساب دمون 466.5 دلار هستش و اهرمم رو می نویسم که با چه اهرمی وارد معامله میشم، که من معمولا اهرم 200 رو استفاده میکنم، و میزان حجمی که در اصل روی معامله باز میکنم که اینجا دلار هست. و حالا اطلاعاتی که در آخر باید به این اضافه بشه اون نتیجه کار هست که سود یا ضرر، اینو باید ثبت کنید به اضافه موجودیتون در آخر معامله. غیر از اینها من معمولا میام اگر دستکاری رو در حین معامله انجام بدم اینجا ثبتش میکنم. به طور مثال اگر که معامله‌ام رو ریسک فری بکنم اینجا حتما ثبتش میکنم، دلیلش رو هم توضیح میدم. یا اگر که حد ضرر معامله‌ام رو کوچیک بکنم اینجا باز ثبتش میکنم و علتش رو توضیح میدم، یا تیپیم رو همینطور. به هر حال در کل هر دستکاری که در حین معامله انجام بدم قطع به یقین اینجا توی ژورنالم ثبتش میکنم که بعداً دلیلش رو بدونم. به هر حال ژورنال نویسی خیلی چیز مثبتیه به نظر من، به خاطر اینکه اشکالات شما رو در اصل بزرگ میکنه. شما متوجه میشین اشکالاتتون چیه و در اصل تلاشتون میکنید که دیگه سراغ اون اشکالات، اون ایرادات نرید
ایرادهای خودتون رو بگیرید، پله پله پیشرفت بهش بدین، پله پله این رو توسعه بدین، بهبودش بدین. اگر استراتژیتون مشکلی داره مشکل رو رفع کنید، یا اگر نیاز به بهبود داره بهبودش بدین استراتژی رو و خیلی کارهای دیگه. بسیار بسیار کمک کننده است ژورنال نویسی براتون توی این مسائل. خب بچه ها، من ویدیو رو طبق معمول پاوز کرده بودم چون میدونم که از حوصله شما خارجه. صبر میکنم همیشه یا به نزدیک استاپ بشه یا نزدیک تیپی بشه، بعد ادامه معامله رو بریم. همینطور که میبینید نزدیک استاپه، ولی خب من اصلا دستی بهش نمیزنم تا ببینیم که نتیجه چی میشه. در مورد ژورنال نویسی بچه‌ها داشتم باهاتون صحبت میکردم. ببینید ژورنال نویسی نباید اینجوری باشه که شما فقط و فقط یه متنی رو بنویسید، یه سری دیتا و اطلاعات رو برای خودتون یادداشت بکنید و بعدش هم بندازید اون رو اصلا نگاهش هم نکنید. نه، ژورنال نویسی برای اینه که شما هفته به هفته یا ماه به ماه حداقل یه نگاه مختصر هم شده بهش بندازید. چرا؟ چون همونه که باعث میشه که شما توی کارتون، توی معاملاتتون پیشرفت بکنید، اشکالات خودتون رو بفهمید که کجا بوده. تمام اینها توی ژورنالتون مکتوبه و شما خیلی راحت میتونید اشکالاتتون رو توی معامله بررسی بکنید و به هر حال رفعش بکنید. چون تا زمانی که مکتوب نشه و تا زمانی که شما ندونید اشکال کارتون کجا بوده، در اصل قطع به یقین نمیتونید جلوش رو بگیرید. و اینم تا عادت نشه براتون، میدونم یه مقدار مشکله، اینا همش بحث عادته. ببینید شما باید یک سیستم معاملاتی رو کلاً، چه اون استراتژی که دارید چه سیستم مدیریت ریسکی که دارید، همه کاری که برای معاملاتتون میکنید باید مثل گوشت و پوست و استخون بهتون بچسبه تا به نتیجه برسید. اگر به اون مرحله نرسه و در اون حد عادت نشه براتون، فایده ای نداره، چون همیشه یه پای کارتون اون وقت میلنگه. به خاطر همین ژورنال نویسی رو جدی بگیرید، خیلی چیزه به درد بخوریه، خیلی خیلی. من خودم بخوام مثال بزنم، من اوایل شاید به جرئت میتونم بگم روزی 10 تا 15 تا معامله الکی باز میکردم. الان رسیده نهایتاً به 3 الی 4 تا معامله. نهایتاً، یعنی اینم خونه پرشه. و شما زمانی موفق میشید که اتفاقا تعداد معاملاتتون کم بشه، گلچین بکنید معاملات رو و همینجوری الله‌بختکی و شانسی چیزی رو باز نکنید، معامله‌ای رو باز نکنید. این پوزیشن‌های الکی که باز میکنید همه روی اعصابتون، روی ذهنتون اثر میذاره و وقتی که اثر میذاره باعث میشه که این دیگه ضررده بشه سیستمتون. به خاطر همین حتما ژورنال نویسی رو انجام بدید که به شدت توی پیشرفتتون میتونه کمک کنه بهتون. خب بچه ها، این شد نتیجه معامله من. همونطور که گفتم اون سندروم دست بیقرار اومد سراغم و به خاطر اینکه این معامله یه چیزی حدود تقریبا 3 ساعت از من وقت گرفت و اینجا یه حرکت نصف نیمه رو به بالا زد، منو ترسوند و من همینجا توی این خط آبی رنگی که قرار دادم از معامله خارج شدم. البته با سود خارج شدم، ولی خب زود این کارو کردم و از معامله خارج شدم. در صورتی که دقت کنید اگر صبر می‌کردم و دست به معامله نمی‌زدم، چند دقیقه بعد، فقط به فاصله شاید 7-8 دقیقه بعد،
راحت تیپی منو زده بود و اینجا میبینید که بالانس من، موجودی من از 466.5 دلار رسید به 474.900. این باز هم همون موضوع رو میرسونه که شما فقط و فقط باید صبر بکنید توی معاملاتتون. همین. موفق باشید. فعلا خدا نگهدار.